تو گل خوشی های منم پرپر شو. تو مونس و یار تنهایی من بودی. بابا نگاه کن خانومه چه خوشگل گریه میکنه. تو تاریکی چراغم بودی، تو سرابان باغم بودی. خدایا چرا این شوهر نازنین از من گرفتی؟ چرا منو تو این دنیا صبر داشته باش آبجی. دنیا مثل یه تماشاخونه است. آدم از این درش وارد میشه، از اون درش خارج میشه. گریه نکن، این سرنوشت همه آدم هاست. لا اله الا الله. چه نسبتی با شما داشت؟ چه شب‌ها که تو گرمای آغوشت به من حرارت و شادی می‌بخشیدی راجع شب‌ها و خاطراتش صحبت نکن، مردم فکر بد میکنن. ببینم جنت مکان چند سالش بود؟ چی؟ بانو سیده دبیات ده چی شد؟ ببینم آبجی اینجا که آرامگاهی یه زنه. ایوا من چقدر حواسم پرته. ببینم اینجا امامزاده عبدالله ابن باوه. آبجی اینجا نه ابن باوه است نه امامزاده عبدالله، اینجا باغ توتیه. توتیشم ماییم جیگر. حالا تو تیر کمانتو گرفتی طرف ما، مخلصت هم هستیم. ایوا چه حرفا؟ من کمونم کجا بود؟ تو ابروهات ناقلا درست نشونه گرفتی. معلومه شکارچی ماهری هستی. خب چه عیبی داره؟ ما هم قفسمون تنگ و تاریکه، میتونی روشنش کنی. میفرمایی خوبیچه؟ نه اون خدا بیامرز گفته از غریبه چیزی نگیرم. کدوم خدا بیامرز؟ اون که یه زنه. نه اون خدا بیامرزه میگم، با مردنش منو تنها گذاشت. الهی که قربون تنهاییت برم من جون. خب بس دیگه، شما هم درست مثل محمد آقای بازارچه‌ای و اوستقی خان حلاج با یه خنده از سر کله آدم بالا میری. بیا بابا جون بیا تا شهر راه نیفتاده بساطمون رو جمع کنیم و بریم. این یه بازارچه دوست رفیق داره، چه مردم خودخواهی هستن، خودشون میخندن خودشون هم توپی میان. خیال کردی من از اونایی نیستم که با یه خنده بهت بگم آدرسم باغ پستبکه، کاشیشم 12 به اضافه 1. تو که آدرس دادی سیبیل طلا. عجب دو روزونه شده ها، آدم‌ها با دست پس میزنن با پا پیش میکشن. حتما طرف فوتبالیسته. این حرفا به تو نیومده بچه، برو بالا ببینم دختر. یعنی آقا سورچی بیا درشت راه بنداز برادر بیا. اومدم احمد آقا. آخه شهر میریم؟ البته که شهر میریم. ببخشینا اوستا آخه منم شهر میرم، میتونم همراهتون بیام؟ آخه مارم که میشناسه، بفرمایید قدم رو چشم. بچه برین اونور بفرمایید بالا بغل دل خودم بشینیم گل بگیم و گل بشنویم. احمد آقا چیه گله باقا؟ ایوا چه حرفا؟ میدونی اوستا خیال نکنی من شما رو نمیشناسم، همسایه کوچه بالاییتون هستم، اسمم اقدسه. خوب میدونم که خیلی وقت عیالتون عمرشو به شما داده. بقای عمر شما باشه، پس هر دومون بلا مانعیم. تا چی پیش بیاد؟ انشالله که خیر پیشه.
ببین اقدس خانم، فردا صبح که سر ساختمونم کار دارم. اصلش زیر گذر منتظرتم. باشه میام. حالا صبح حتما سر ساختمونی. آره عزیزم. کی به تمنای وصال تو یگانه، آجر بده اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. ای تیر غمت را دل عشاق اوسا کپکت خروس میخونه. تا چشت کورش آجر بده بالا، جمعی به تو مشغول و تو قایب زمیان. بی خود نمیگه اوستا، سرحالی خبرهایی تو محل پخش شده. بچه ها با درشکه دیدنه این روزا سرگوشت میجنبه. آقای مهندسم اومد. مهندس بیاد و نیاد ما کار خودمونه میکنیم. خب داشتی میگفتی اوستا میخوای بگیری؟ آره شنیدم طرف تو دار و دسته مطربا آب توبه سرش میریزم. آب توبه رو واسه همین چیزا گذاشتن دیگه. آره بابا. بچه محله. آره بابا اقدس خانوم دیگه. که شیرینی خورونه نیمه بده بچه. بیچاره اوستا چه خاکی به باید زود سر ببریمش بیمارستان. زود باشین، باید برسیمش بیمارستان. چطور شد از اون بالا افتاد؟ حواسش پرت اقدس خانم عروسی بود. کبرا خانم بندانداز اومده. بگو بیاد تو. بفرمایید. سلام اقدس خانم جون، مبارکا باشه. انشالله که وضع عروسی باشه. آخه حرفایی شنیدم اقدس خانم. تا حالاش که حرف کوتا عمل. میگن گول زندگیشو خوردی. کار و کاسبیش حالا سکه هست یا نه؟ این حرفا چیه میزنی؟ از روز رقصیدن و سیاه‌بازی در آوردن که بهتره. جوونان میگن به هر چمن که رسیدی گلی به چین و برو. پس اوس احمد آقا فرشته شانس جونه. بالاخره نگفتی پیره یا جوونه، کس و کاری داره یا تنهاست؟ نه پیره نه جوونه، کامل مرده، اینو میدونم. فقط 2 تا بچه داره که از چشماش بیشتر دوستشون داره. بابا مال تنها نزو. تو رو خدا مال تنها نزو. آخه بابا جون چی شده؟ بدون تو ما چی کار کنیم؟ بدون تو ما چی کار کنیم؟ بابا مال تنها نزو. تو رو خدا مال تنها نزو. دیگه آفتاب عمر من داره غروب میکنه. دارم صدای دعوت خدایی رو میشنم. دارم از در دیگه تماشا خونه زندگی خارج میشم. میخواستم ازتون خواهش کنم از بچه ها نگهداری کنم. رسیدن غروب زندگی رو نمیشه پیش بینی کرد. درسته که من مکتب نرفتم و درس نخوندم، اما دلم میخواد بچه ها درس خون بشن. به خاطر این موضوع اول امیدم به خدا، بعدم به شماست. اگه خدای محمد من به دیار باقی صدا کرد، این غنچه های تازه شکفته رو به شما میسپرم. به شما میسپرم. قول بدین ازشون مراقبت کنید آقای مهندس. این محبت شما رو خدا و پیغمبرش در نظر بگیره. لبیک خدای. آقای دکتر اجازه بده. خیلی متاسفم آقای مهندس، دیگه خیلی دیر شده بود. الان میگم بیام ببرمش. من میرم. کجا؟ گفتم که با اوستا زیر گذر قرار دارم. پوزم خوبه؟ عالیه. تشهدو بخونن. الله خدای کریم. چیه مرده؟
اون سمد بناس از داربست افتاده، خدا رحمتش کنه. الله خدای کریم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فاتحه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب چه میشه کرد؟ درد تنهایی این بچه ها آدمو میکشه. هم این بچه ها هنوز دوری مادر رو فراموش نکرده، پدرشون به بهش سفر کرد. دروغ نگین، بابام همیشه جاهای قشنگ ما رو میبرد. مگه نه لیدا؟ آره درسته، فقط پیش مامان ما رو نبرد. خیلی دلم میخواست مامانو ببینم، هرچی بهش گفتم نبرد. نمیدونم چرا. آی احمد، این بچه ها رو بردار ببر بازی بکنن. بیا ببرشون بابا، بیا. چشم بابا، طاهر بیان. خب میفرمایید چی کار کنیم آقای مهندس؟ سرنوشت این بچه ها چی میشه؟ کاری که نباید بشه شده و عیبش در اینه که منم باید برم به اهواز. تصمیم داشتم اون خدا بیامرزم با خودم ببرم که نشد. حالا نمیدونم چیکار کنم. ای بابا، قدیمی ها میگفتن هر چی سنگه چاشنی پای لنگه. این بچه شانس درست حسابی ندارن آقای مهندس. نه اینطورم نیست. من یه پسر دارم، حالا فکر میکنم 2 تا دارم. طاهر رو با خودم میبرم. اگه جوهر داشته باشه تسهیلات لازم رو براش فراهم میکنم تا تحصیل کنه و پیش بره. خدا پاداشتون بده آقای مهندس. لیدا رو ببرین خیلی بهتره. اون دختر رو احتیاج به سرپرست درست حسابی داره، ولی طاهر پسر رو میتونه هر طور که شده جلوی خودشو از آب بکشه. عیبی نداره. لیدا رو با خودم میبرم. پس اجازه میدید خرت و پرتشو جمع کنیم. خواهش میکنم. خرت و پرت سنگینی نداره. اون تنها خودشه و اون عکس و یه عالم غم. گاهی پژمرد، غنچه ها سرفکنده شدند. با غروب زندگی پیرمرد 2 کودک خردسال به دست طبیعت قهار سپرده شدند. مرد نیکوکار تصمیم گرفت دختر خردسال را همچون فرزند خویش در آشیانه مرفه‌اش نگهداری و حراست کند. اکنون هنگام وداعست. 2 خواهر و برادر که چون جان یکدیگر را دوست می‌دارند، هر یک به سوی زندگی نامعلومی آغوش می‌گشایند تا پلیدی چه رنگی از رنگ‌های خویش را نمایان سازند. و این لحظه بدرود است، لحظه‌ای تلخ و دردآور، لحظه‌ای جانگداز. اما سرنوشت با پسر کند. زمان پرآشوب از او چه می‌سازد؟ آفرین پسرم. میریم خونمون پیش بچه‌های خودم باشون بازی. من نمیام، بچه‌ها منو میزنن. نه جونم، اونا تو رو نمیزنن. دوست دارم. وایسا ببینم. وایسا پسر، وایسا. عجب بچه ترسی ها. وایسا ببینم. سلام، چی میخواد؟ دمسیار طالبم. چقدر پول داری بچه؟ 1 تومن. بینم، گفتی چقدر؟ 1 تومن. برو کنار جواب بیاد. الان یه باد طوفانی رو بندازم. کفتر پر، کلاق پر، بالای بونی، کفتر پرونی، کفتر پرونی، بالای بونی. چرا کفترها برگی باش بینم؟ الان روی تو میکنم. کاری نکنه چه زیر میگیره. داشتی اسمت فلن کنم. سمتم برخشی. صد چه شد؟
خونه مینم بچه بیا دیگه تو اصلا قل بده و بنداز کلک. ما قل دادیم خوبم قل دادیم. چرا هر وقت رو پای خیتین تند 60 سپاتون میره جیب بغلتون؟ بری زاق تایر بری. والیدهشن تو تاس میگیری. تو کش کنار من چطوره بگیره؟ اصلا ما برم با احمد باشمن بازی کنیم نه تو. بگه خفه میگه نکفت. گوش کن ببین چی میگم. خیلی وقت بود که دنبال قمار مفبری نمیگشتم. صحیح. اما دیدم پا جور کردی. احمد ماسپند رو پیاده کنی. احمد ماسپندی که 10 تا تاغار ماستا واسه خاطر 3 شی از این دکون به اون دکون رو سر میکشه. این مردونگیه؟ تو چه قمار باز نالوتی؟ وقتی که میبری شروع میکنی به کارکاری خوندن. وقتی هم که میبازی نزن بابا. چی کردم؟ پسر تو کاسری تازه دومادم که هستی. آقا باز چی میه این بچه ها گفتم میبریم ما اومدیم ببریم اما هرچی داشتیم باختیم دایر خدا رو چی کار کنم؟ خیلی خوب اینقدر قصه نخو. بیا پولتو بگیر اما دیگه این طرفا پیدات نشه. اینقدر آبخوره نگیر. همه‌شون لاله کردن یعنی ترتیب همه‌شون داده شد. تو خان رفیق قدیمیتون تو قهوه خونه پشت سرتون داشت زوزه میکشید. من خواستم حسابشو برسم گفتم خودتون خبر کنم خیلی بهتره. بله پس بریم یه دیداری تازه کنیم. بفرمایید. خداوند ست کنه دایر خدا. چی شد این آب خوردن؟ قبل چی؟ تو هم مثل لوتی محلتون تو زرد در اومدی. شما هم مردین؟ و کجاست این مرد؟ آره بهش نشون میدم که چه کسی مرد و چه کسی نامرده. این مرد خودشو آفتابی کنه. امروز غیبش زده. اونی که اسم مرد رو خودش گذاشته میدونی با من چی کار کرد؟ اونم به خاطر یه زن ما رو رای زندون کرد. انگار دلش خیلی از دست تاهر پره من عادی. آره به مولا خونه‌شو میتکنه. 3 ماه تمام روز شماری کردم تا یه همچین روزی حسابشو برسم. غیر تاهر نالوتی زیاد بود مثل این پیر مرد. واسه ما استشاد امضا میکنی نالوتی. بجن امروز نوبت تاهره. آقا طاهر همه مردم میشناسن. مردم لوتی میخواد که پشت سر طاهر حرف بزنه. طاهر لوتیه با صفاست مگه نه مردم؟ برای گوش ساکت بگی بیشیم پسر. خب هم مردونگی صحبت میکردی؟ یا از اون دختر معصومی که مثل کفتر رو دست و بالت پر میزد؟ تا مثل یه حیوان وحشی میخواستی دیو شهوتتو سیراب کنی. تا میخواستی زنجیر یه عمر بدبختی و روسیه رو بندازی گردنش. من از اون طرف رد میشدم که صدای اون زن و تو لوتی قلابی رو شناختم که با سماجت میخواستی دامنشو لکه دار کنی. تا که کل لوتی گری سرت گذاشتی سیبیل آویزون پشت لبات سبز شده میدونستی که اون زن همسایه منه، همسایه رفیقته. حالا همسایه منم که نبود یه بنده خدایی دیگه مگه به هر مظلوم بی پناهی باز تجاوز کرد؟ اونجا بود که یه مأمور قانون سر رسید و تو باز مجازات میشدی. باز 3 ماه لذت زندون و مکافات اولتو میدی. آره اسم رو خودت کشتی. یاور خودی که مردم میگن یاور فقط تو همون زنونه مرده. طاهر شما
گازن لوتی ساله مرد روشه. من چطوری بذارم یه نامرد به زن و بچه مردم نظر بد داشته باشه؟ حالا کاری میکنم که صدا تو گلوش خفه بشه. جمال شاه مردان صلوات بلند خط کن. علی مرتضی شاه مردم تو کمر اونایی بزنه که چششون به ناموس مردمه. ببری ملکی. از طرف طاهر خان تو رو تو ببری ترسیدم. برم سایا واسه ما نومه چیزی از جایی نرسیده؟ با شما؟ سلام عیس خانم. سلام آقا طاهر. ببخشید میگم نامه چیزی واسه ما نیومده. من رفته بودم خرید کنم. بذار از مرجان بپرسم. الان خبرشو بهت میدم آقا طاهر. الهی آتیش به جونت بگیره دختر. خجالت نمیکشی تو خونه در همسایه داری اینطوری میشینی؟ چی کار کنم مادر؟ همون بودم. تو خونه خودمونم نمیتونم راحت باشم. بپوش لباس تو. مگه نمیبینی صدای مرد میاد؟ منظور آقا طاهره. عیس خانم بعد چی شد؟ اومدم. اینو کجا میبری مادر؟ چیکار داری؟ منتظر نامه خواهرشه. میخوام بهش بدم. من بازش کردم مادر. نامرم از توش در آوردم. فقط میخواستم. چی؟ خدا مرگم بده. چرا این کاری کردی دختر؟ نشو مادر. آخه دوستش دارم. خواهرش تو نامه نوشت مادر. تا کی میخوای این کارو بکنی دختر؟ تا وقتی که باش عروسی نکنم نمیذارم از نامه ها بو ببره. خیلی خوب. میرم پایین. بهش میگم نامه نیومده. سلام طاهر خان. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ ای راستی ببینم خانم واسه ما نامه چیزی نیومده. اسم من مرجانه. نامم نداشتین. میبخشین که من پستچی مخصوص شما نیستم آقا طاهر. آخر معذرت میخوام آبجی خانم ولی میدونیم منظور من این بود که آقا طاهر به پا قرد نظر. بگم شو. آقا طاهر معذرت میخوام. فکر نمیکنین حرفای دیگم بشه زد؟ والا میدونی آبجی خانم زدنی لوتی یاور بود که به اندازه کافی زدمش دیگه. راست میگین طاهر خان. ولی شما خوب بلدین از این شاخ به اون شاخ بپرین. مرجان بیا مادر برو چادر. لازم نیست مادر. چادر شما رو سرم. چرا لازمه؟ نمیخوام. آخه دختر برو چادر سرت کن. شما هم چادر سرت کن. چادر سرت کن. خیلی میبخشین عیس خانم نامه خواهرم نرسیده. نه غم به دلت راه نده پسرم. بالاخره نامش میرسه. ای بابا دست به دلم نذار. تو تموم دنیا یه آبجی واسه هم مونده بود که اونم یه عمر ازش بیخبرم. از این میترسم که بمیرم و نفهمم اون کجاست.
باشم من خدا نخواد که یک دم و یه لحظه ز مهربونی ها جدا بشم من میخوام از سر زلفام گره وا کنم امشب هزار دل عاشق تماشا کنم امشب 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 دوستان عزیز، خوشحالم به اطلاعتون برسونم که به زودی یک بار دیگه هممون دور هم جمع میشیم تا در جشن عروسی لیدا و شهرام شادی بکنیم. بعضی از دوستان خوب میدونن که لیدا از طفولیت عضوی از خانواده ما بوده و من تا به امروز مثل پدری ازش نگهداری کردم و خیلی خوشحالم از اینکه به زودی همه شما در جشن عروسی پسر عزیزم شهرام و لیدا شرکت میکنید. لیدا کجا میری دختر؟ چیه شهرام؟ از حرفای پدرم ناراحت شدی؟ نه، دارم میرم یه کمی استراحت بکنم. نمیخوایی به من تبریک بگی؟ تولدت مبارک شهرام. خیلی دلم میخواست جای جشن تولدم جشن عروسیمون بود. آخه تنها شبیه که میبینم تمام اقواممون اینجا جمع شدن. چرا نمیگی اقوامم؟ من که کسی رو اینجا ندارم. همه اقوام تو هستن. این حرفا چیه میزنی؟ وقتی با هم عروسی کردیم اقوام هر دومون میشن. واسه نخور تا عروسیمون اینقدر جشن ترتیب میدیم که به هیچ وجه احساس تنهایی نکنیم. این جشنا نمیتونن کمبود پدر مادرمو جبران کنن. برادرم هم نمیدونم چه بلایی خونه رو خواب میبره. سلام طاهر خان. شمایی؟ الان میام پایین. این که همیشه پس قافله میدوه. حالا که در شکستم داره میاد. میبخشین طاهر خان، داشتم راه پهن میکردم، دست و بالم بند بود. هوا یه کمی سرده نه؟ خب حالا میگی چیکار کنم؟ من این گرما و سرما دست منه. صفای دختر تو حجاب باطنیشه. اینجوری در همسایه ها حرف در میارن. آره طاهر خان، شما درست میگی. وقتی دختر تنها باشه مردم خیلی پشت سرش حرف میزنن. آره، به هر صورت حالا موقع این حرفا نیستش. من اندازه کافی زندگیمون قاراش میشه است. اومدم خرت پرتامو جمع کنم اینجا برم. نه، حالا موقعش رسیده که همه چیزو بهت بگم. میخوام حرفامو باهات بزنم. تا به حرفام گوش ندی نمیذارم بری. خیلی خوب، بگو ببینم. میخوام بهت بگم دوست دارم طاهر. ما از بچه که توی این خونه با هم دیگه بزرگ شدیم. تو واسه من مثل یه خواهر میمونی. ولی تو همیشه عشق من بودی طاهر. من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. والا فعلا که 1000 فسخون برای تهران کار گرفتم، چاری هم ندارم جز این که برم. اگه قسمت شده برگشتم یه فکری برات میکنم. فعلا خداحافظ. طاهر خواهش میکنم نه، بذار تو این تنگنای پراشون که اسمش اجتماعی منم
برای تو همون دخترای خوبن که باهات میرقصن و شادت میکنن. اینجور مجالس به مزاج من سازگار نیست. نه از من ناراحت نشو عزیزم. روح و جسم من متعلق به توی، باور کن. اینا همش حرف. نه اینطور نیست. من واقعا تو رو دوست دارم. برای از رقصیدنت با اون دختره معلوم بود. تو اشتباه میکنی عزیزم. من با تمام وجودم تو رو دوست دارم. در زندگی من به جز تو هیچ زنی وجود نداره. یالا بیا بچه‌ها بچامین. بذارین کارا پیش بره. مهندس میگه شما تازه واردین و سایه خواب. بچامین که بهش ثابت کنید چند مرد علاجی. ما کوچیکتیم ترخان، تو فقط اشاره کن تا این انتر واسط معلق بزنیم، ولی زندگی کردن اینجا شباش خیلی مشکله ترخان. پای زندگی رو امیده، غم به دلت را نده پسر. شهرام، من میخوام باهات حرف بزنم. دیگه از زیاده گویی خسته شدم. تو حرفی برای گفتن نداری جز این که بگی کی عروسی میکنیم. نه شهرام، من به دامن آلوده‌ام فکر میکنم، ولی تو نمیخوای بفهمی که زندگی منو داری فدای هوست میکنی. چیه؟ مثل اینکه یادت رفته که تو کدوم خرابه‌ای به دنیا اومدی. خوب میدونم که تو خانواده پاک و فقیری به دنیا اومدم، ولی اینجا شیطان هوستو ناپاکم کرد. دختری که هر لحظه تسلیم هوس این اون بشه هیچ وقت نمیتونه همسر خوبی باشه. عشق پاکی که من نسبت به تو داشتم اینه شهرام. اگه سزای دوست داشتن من فرد شدنه. زود هرچی که داری جمع کن و از اینجا برو. کاری نکن که تو رو پیش پدرم روسیه و شرمنده بکنم. شهرام به من رحم کن. چیه دختر؟ اگه در گوشه از این دنیای وسیع موجودی به اسم ترحم دیدی به منم نشونش بده. چی شده لیدا؟ چی شده دختر؟ اتفاقی افتاده؟ نه آقای مهندس. گوش کن لیدا، تو به جای دختر من هستی. وظیفه‌ای که من در مورد نگهداری و مراقبت از تو دارم حتی در مورد فرزند خودم هم ندارم. اگه اتفاقی افتاده برای من بگو. آقای مهندس، اتفاقی که نباید بیفته افتاده. من فرصت یه ازدواج سالم و پاک از دست دادم. یعنی شهرام باعث شد که گوهر عفتم لکه دور بشه. من دیگه اون دختر پاک و بی‌آلایش دیروز نیستم. من مثل مرغی که پرش کنده بشه اون نتونه پرواز کنه سقوط کردم. خدایا چجوری میشه این درد رو تحمل کرد؟ چجوری؟ نفرین به این زندگی. شهرام؟ بله پدر.
بالاخره آبروی خانوادگی رو به بازی گرفتی؟ به همه نشون دادی تمدن جدید یعنی چی؟ چی میگین پدر؟ من نمیدونم شما از چی صحبت میکنین. از آبروی از دست رفته یه دختر، از امانتی که تو این خونه بهش خیانت شد. پدر اون دروغ میگه، میخواد ننگیری که به بار آورده به گردن من بندازه. چرا این کار کردی؟ چرا؟ برای چی بی‌آبروش کردید؟ برای چی؟ پدر اون گوهر عفت به کسی دیگه ای فروخته. من خیانت نکردم، اون یه فریب خورده است. باش به امانت خیانت نکرد پسرای بی‌آبرو. حیف اون همه سعی که برای تحصیلت کردم. نه بس کنین. نه آقای مهندس، شهرام کاملا راست میگه. من مقصر واقعی هستم. من از شهرام انتظار کمک و گذشت داشتم که اونم قبول نکرد. دختره هرزه بی آبرو، چرا کاری کردی که بعد از یه عمر به روی پسرم دست بلند کنم؟ چرا؟ ولی پدر اون... زود باش از اینجا برو بیرون. زود از اینجا برو بیرون. دیگه نمیخوام ریختتو ببینم. گم شو! باشه شهرام، من از اینجا میرم، اما خاطره های خوب تو رو به عنوان یاد بود با خودم میبرم. نمیخونیم دیگه ما قصه قلبای پاک و با صفا. خستم از همه کس، از همه جا، از همه چی. این غم و سر من برم کجا، بگم به کی؟ واسه من تنگ شده، زنده بودن ای خدا برا من ننگ شده. دلا توی سینه ها سنگ شده، همه کارا دیگه نیرنگ شده. خستم از همه کس، از همه جا، از همه چی. این غم و سر من برم کجا، بگم به کی؟ ماشین ترون یه رو به حرکت کرده. آقا لطفاً یه بلیت به من بدین. برای کجا؟ کجاش مهم نیست، هر جا که ماشینتون زودتر حرکت میکنه. فقط میخوام فوراً از این شهر برم. بسیار خوب، همین الان. آقا خواهش میکنم یه بلیت برای اصفهان بدین. دیگه تو کافه کار نمیکنه. چرا؟ آخه 2 شب کافه تعطیل بود. اومدن سراغ تقیید تندرو. بهم نارو زده احمد آقا. دیگه لوتیگیری و مردونگی اصلا پیدا نمیشه. اگه تو خروسا مرد پیدا بشه، تو مردا این دور زمونم پیدا میشه. دیگه رو کی میشه اطمینون کرد؟ والا به هیچ کی. چه؟ داری گریه میکنی همشیره؟ واسه چی؟ به چی فکر میکنی آبجی؟ به بختم خانم، به بخت. بخت؟ از بخت که نگو. شاعر گفته
گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. شوهر دوم ما شوفر بود. یه روز داشتیم رخت میشستیم که یهویی پسر صابخونه ذلیل مردمون داشت پرپای ما رو میسکید. انگار یه زنگی مس عرق شهوت تو چشاش ریخته بود. هیچ متوجه اون نبودم. توی این روی شوهر سر رسید. هر چی قسم به پیر و پیغمبر خوردم مثل میخ آهنی بود که به سنگ نمیرفت. آخرش هم گیسامو چید و فردام طلاق. آره جونی، کار دنیاست دیگه. خب داشتی میگفتی به تو هم نارو زدم؟ آره. خب کجا میخوایی بری؟ والا نمیدونم. بینم دختری؟ دختر؟ چی بگم؟ مگه تو خودت الان یه ساعت وعظ و خطابه نمیخوندی؟ حرفشو نزن، تا تاشو خوندم. یارو بهت گفت میخوام تو، دوست دارم و میگیرمه. بعدش هم گفت مرخصی. مگه نابجی؟ آره. قصهشو نخور، به خود ما نارو زدن. یه وقتی زندگی ما مثل این بیابونی پاک بود. خب حالا میری اصفهان چی کار کنی؟ نمیدونم. شما کمکم میکنی؟ من خیلی تنها. من که کاری نیستم، خدا باید کمکت کنه. اصفهان تو کافه من کار میکنم. دلت بخواد همین کار از دستم برمیاد، واسه درستش میکنم. اونجا کارش رقص و میشه بیام اما نرقصم؟ نخوای برقصیم میرقصونن جونی. باشه میام. زنجیرش به گردن سگ آرزون بوده. آرزون نمیدیم هیچی هم نمیگه لب کوفته. چیزی نمیتونه بگه. میبری صدا رو یا ببرم زبونتونو. ای کوتابی امیر ارسلانم. نوکرتم برایت بجانم. چی میخوری؟ روح رمانم کن که لبو با عرق کشمیش تمام آره جونی بریز. شنفتم یه خوشگل تور زدی. نه بابا، بنده خدا از ترس داشه به ما پناه آورده. کی میشه رویتش کرد؟ آی الان جون من جون تو اکو آی الان پری لابد بونچه ما رو واسهش خوندی ده نخوندی پری بابا تو که ما رو کشتی. سلام. به تاق ابروت بخرمانه بود پری جون میخوام با یکی بزنه اصفهان آشنات کنم. ما میتونیم خلاده بگردن. آره پری جون، احمد آقا زنجیری معروف که میگم ایشونه. خودم و زنجیرم نوکرتیم گل پری جون. بوری هم کنیزه. آره پری جون. چرا نمیفرمایید کیش میشه نابه؟ من مشروب نمیخورم، اهل این حرفا نیستم. باشه بریم خونه. فکرشو نکن. احمد آقا از اون لوتیاست که بهت گفتم خودش هر شب ما رو میرسونه خونه. سرم چشم تا شما لبی تر کنی من برم حسابو بگیرم و برگردم. نوکرتیم برو تعریفتون رو سیمین زیاد کرد. حرف احمد آقا همش حرفه. شما نمیرقصین؟ من هنوز به اینجور برنامه ها عادت نکردم. بینم تو خیال داری تو اینجور کارا بمونی؟ والا مدیر گفته باید چند دست لباس تهیه کنم. من که از اون لباسو ندارم. تا ببینیم چی پیش میاد. شمایلت به این حرفا نمیخوره. بینم قبلا تو این کارا بودی؟ نه. علوی وجودتو به این
حساب کردم. بیا پس. نه اینم خودت نگهش دار. خب ما بریم چادر کیفمونو برداریم و بیایم. با اجازه احمد آقا میرم کیفمو بردارم. ما ماشین رو روشن میکنیم موتورش نپاکه. جلوی در منتظرتون میمونم. قربون شما یا حق. ببینید. احمد زنجیری هم نخاله سا قونچه هاشو میچینه. تو اتوبوس نخشم ول کنشم نیستم. احسان نلی چاکر بابا. بگی واسه مامان جونت ماتیک بخر. قربون تو. آخه عجب شبی بود، عجب شبی بود. به جان پری اومدم. فدات بشم خوشگله. میخوای برسونه؟ بریم شو عوضی دنبالا چی میخوای؟ آی خوشگله ما کجا میروی؟ ساعت توی باقات به سینما میگردی؟ برو بینم شما کی؟ یه دور قارتگری نیست که شبان اسمشان سر انتماد ما استن. ببینم ناقص نالوکیه نامرده. خدا دادت نرشی. بریم احمد آقا. قربون دسته. ما اینیم دیگه. امشب عرق چی خوردیم محمودی؟ انگاری عرق زنجیر. بی خود نیست پری جون، بی خود نیست که به احمد آقا میگن احمد آقا زنجیری طور نیست. پانسمان نکردی چی میگن؟ لانسمان نکردی؟ ما از اوناش نیستیم که فکر کردین احمد آقا. ما هم از اوناش نیستیم که تو فکر کردی؟ احمد آقا چه خبرته؟ پری جون دختر ساده ایه. پری جون اخم نکن، دنیایی که توی زندگی میکنی به این حرفاش نیرزه. چرا از این ور؟ خاطر جمع باش تو شیش دونگ تهرون احمد زنجیری به پاکی معروفه. پری جون نترس، احمد آقا نظر بدی نداره، فقط میخواد به ما کمک کنه. چرا میخواد به ما کمک کنی؟ واسه اینکه تو کافه امثال تقی مفخر و احمد تیغی و اینجور آدما زیادن. شاید چشمون گرفتتو میخوایم بسونیم دختر. نمیخوام بالاتر از خطر بازی کنی. خداحافظ. احمد آقا زحمت کشیدی. قربون شما. شما همتون سر تا پا یک کرباس. همه این حرفا واسه چند لحظه خوشگذرونیه، فقط همین. این آتیش هر روزبونه توف کن. برو بگی بخواب. ای داده میداد. ننه هم میگفت یه روزی صیاد عشق شکارت میکنن. ای دلاپل های. دیدی چه راست میگفت؟ تویی؟ نه جونم نشده بس کردی؟ بابات مرد واسه من درد سر گذاشت. باش نیست شبی رفتی سر مست. بلنشی ببین. گوش کن ننه نازنازی. پیداش کردم. چرا پیدا کردی؟ خودشو دیگه. اونی رو که میخواستم پیدا کردم. هم خوشگله و هم خیلی تمیز میرقصه. وا اگه یکی بهش چپ نگاه کنه پیشش میکنم. دیگه پاشو باید بگی بخواب. نه به مستاجرها بگو خونه ها رو خالی کنن. برای چی؟ آخه میخوام عروسی کنم و دو جین بچه سفارش بدم. خیلی دختر نجیبیه. از کار قاسمیش معلومه. حالا دیگه همینم بوده که عروس رقاص بیاره. این حرفا چیه؟ رقص مادر تمام هنرهای دنیاست. اینقدر همسایه ها بیدار میشن. چند دفعه بهت گفتم که اینقدر مشروب نخور. کی؟ منو مشروب خوری؟ نگاه کن. ول کن یه کم راه برم. این مستم یا نه؟ مستی از سر رود داری میریزی. کمی راه برم و تماشا کن. نگاه کن خوب تماشا کن. دیری راه پاشو رفتاتو بکن. پاشو یا علی یالا. آی ننه بذار با لباس بخوابم تا همه مردم بدونن که احمد زنجیری عاشق شده. میگم خدا کنه امروز کار تمام بشه آقا تاه. آره خدا کنه. ما که پاک خسته شدیم. اگه فرصت باشه یه چند روزی میخوام برم مرخصی. آقا تاه اگه به جان بی من رو حتما کار تمومه.
سلام علیکم. سلام. کارا خوب پیش میره؟ بله قربون. چند تا بچه‌ها هم فرستادیم برن تهران. پس بگو کارگرا زودتر اون برام تموم کنن بعد برم. چشم خانم. اطاعت. اول ترتیب حقوق اون بچه‌ها رو بده. قربون کارا تقریبا تمومه. اگه اجازه بدین من مرخص بشم. شما امشب همینجا میمونید. فردا اون وقت میتونید برید. از پس فردام دسته دوم کارگرا میان و مشغول میشن. خیلی ممنونم قربون. کجا میخوای بری که اینقدر عجله داری؟ والا حالا که نزدیک اصفونم یه رفیق خیلی عزیز دارم که میخوام برم ببینمش. پس برو پسرم برو. قربون شما. مرحبا. به سلامت. به سلامت. ببینم علی جون. با اتوبوس‌های رهگذر چه ساعتی میرسیم اصفهان ها؟ مگه به وقت شپر صبحگاه سربازی حرکت کنی با بانک الله اکبر میرسی اونجا. قربون تو برم. خدافظ. خدافظ. علیانه. خوش اومدی. قربونت تو. عزت زیاد. آخ تو گاراژ نهار با هم بخوریم. آخه میخوام برم سراغ رفیقم از زنجیری. قربونت تو. این خرت و پرتا قابلیت شما رو نداره. نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم احمد آقا. شما به من خیلی لطف ما کردین. نوکرتیم. از صبح که پول بگیرم حتما پولتون رو بهتون پس این میدم. حرفا چیه؟ اختیار دارین. هرچی دارین مال شماست الا جونمون. به هر حال ممنونم. خواهش میکنم لیدیز فرست. خیلی ممنون. سلام علیکم. سلام علیکم. شما بچه اینجایین؟ نه بچه تهرون و بزرگ شده اصفهانم. اما میدونی تو همه تهرون کلی رو ما حساب اندسه میکنن. از بزن بهادری و لوتیگری و مردونگی. یه وقت اسم از زنجیری سرقفلی هیکل خیلی از لوتی های تهرون بود. حالا که نیست. نمیخوامم باشه. ای برگردم تهرون فوکال کراوات میزنم. چه بامزه. یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی ما رو قبول نداری؟ اختیار داریم احمد آقا. نوکرتیم. راستش اینه که از پاکی و صفات خوشم اومده. ای قبول کنی میخوام بسونمت. یه تاغار آب تو بریزم. آب تو برای باید سر اونا بریزن که ما رو به اینجا کشوندن. نوکر پدرتیم. از این طرف پلیز میکنم. بالاخره به ننمون بگیم آره یا ناره. والا من هنوز در این مورد فکری نکردم. من لطفا احمد جون احمد با اجازه کجایی من؟ فعلا که رو به رو تو کجا اینجا کجا پارسال دوست امسال آشنا؟ منم هر کجای دنیا که باشم به رفیقای مردم فکر کنم. اینطوریه نه نومه‌ای نه خبری نه پیغومی. تا قلندری یه سری که ندیدم. نوکرتم. ببینم طرف کیه؟ والا میدونی گرفتاریمه. ای ناکس. نوکرتم یخت پیش طرف ما بکش بالا. سلام آبجی. ای خانوم آقا طاهر از رفقای خیلی قدیمی ماست. خب بگو بینم بعد ما تو محل چه خبره بود؟ والا هیچ احمد آقا من هم سوت و کور بود. در زورخونه رو بستن. چی گفتی؟ آخه ورزشکاری بعد شما نبود. میبینی ما اینیم. نوکرتی. مردم میخواستن بیان دنبال شما که برگردیم در زورخونه رو وارد. باشه میام افتتاحش میکنم. بس دیگه خیت نکن. آره گل پری جون این رفیق خلص ماست. امشب تو کافه 2 تا مهمون داریم. منم و بابا طاهر اوریان. دیت که رانم تنهایی تا دیکن فندقه. چی گفتم؟ این که لباش مثل پسته خندونه کار دامغونه. قربونت برم. قربون شما. به سلامت. باک داشتی خیتمون میکردی پسر. این حرفا چی احمد جون؟ بعد که نگفتم بعد تو در زورخونه رو بستن. من نه دروغ گفتم. نوکرتی. با جنگ از کردی پسر. قربونت برم. زود بریم خونه. وقتی مادر ببینتت کلی خوشحال میشه. بریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا درد دردمندون دوا، حاجت حاجتمندون روا. از تصدق سر همه احمد منم به راه راست هدایت کن. آمین. اللهم صل علی محمد. نانه ببین کی اومده. بابا طاهره. احمده. نانه جون اومدم. بابا طاهرت اومده. سلام علیکم ننه احمد. سلام طاهر خان خیلی خوش اومدید. قربون آدمتون رو چه؟ خیلی ممنون. بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید.
بفرمایید. از این طرف بفرمایید. خیلی ممنون. بفرما. تا جون یه خبر خوش واسه تو دارم. چی هست؟ عید قربون میخوام ننمو عروس کنم. وای ذلیل نگیری پسر با این حرف زدنت. بفرمایید. مادر جون یه خود واسه صحبت بردم. البته قابل شماره نداره. باسلوقه. از اون باسلوقای خوبه. نه چایی همون نه چایی. نه احمد. بفرمایید. این کیه؟ این عکس پدر خدا بیامرزمه. این هم خواهرم لیداست که 16 سال ازش بیخبرم. اینم خود چاکرتونه. یه خورده قهم بشکن مادر جون. بچه بودی خوشگل‌تر بودی. خب شما چطوره مادر؟ بهتون خوش میگذره؟ چی بگم؟ دلم پر از دست این پسره. داره زندگیمو به هم میزنه. انگار طلسمش کرده. لا اله الا الله از این ننه. بخ. این حرفا چه دلتون روش هم باشه شوکت خانم؟ از تهران چه خبر؟ من که 3 سال آواره شدم دنبال این پسر. نه ای بابا به هر کجا که روی آسمون همین رنگه. ببینم از آبجیت خبری نشد. نه شوکت نه. تو هم شانس درست حسابی نداری. اون از مادرت، اون از ننه ناسلامتی طاهر مهمونه اومده اینجا اخت دلش باشه. اون وقت تو هم یه بیخ کلثوم ننه میخونی با ما رو باش واسه که قن میشکنیم. خدا عاشقت کنه تا کمتر حرف بزنیم. دردم یکی دوتا نیست. دختر قطعی حالا میخواد یه رقاصه کافر رو بگیره. طاهر خان میگن رقاصه ها پالونشون کجه. آره مادر اینطوره؟ نه مادر همه که یه جور نیستن. باز شروع کردی ننه. آقا طاهر پاشو الان دیوونت میکنه. ننه کنتابی ها پاشو سر و صورت رو صفا بده. باز امشب حسابی عشق کنیم. خیلی خوب باشه. بریم. ما باعث شما از اون زهر ماریا نخورینا. شیطونم میدونی زبر زرنگ بچه هرونم میدونی تموم جهلا میدونن مگه نمیدونن تموم لطیا میدونن مگه نمیدونن پشت مرده ها خیلی فراوونن چند تاشون حالا گوشه زندونن خاطر خواهی زلف پریشونن گیج و پکر این لب خندونن چندشون حالا گوشه زندونن خاطر خواهی زلف پریشونن گیج و پکر این لب خندونن سلام به روی ماهت میشینم قربون چشای سیاهت عرق میریزم واسط میخوری یا میذاری خونک شه فردا میریم همه جای دیدنی شهر رو بهتون نشون میدم آخه گل پری جونم تازه وارده
جای دیگه هم هست نه باید برم سیمین تنهاست. تو میلته. خداحافظ طاهر خداحافظ. قربونش برم عین کیش میشه ملایره. رفیق سیمینم بد نی. تو از تنهایی من سوء استفاده کردی. دیگه نمیخوام ببینمت. چرا راحتم نمیذاری؟ مگه ما بد هوا تو داریم؟ بعد کارو بر زندگی تو میگیری؟ اون زندگی که تو ازش حرف میزنی زندگی نیست لجنه. چیه؟ پر بالشتت زیاد شده؟ همش تو فکر احمد زنجیری و حسین تندرو تقی ساچمه ای هسته؟ کاری نکن زنبور فکرتو نیش بزنن. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. دیگه بسه. دیگه نمیخوام بازی که حواست بشم. نمیخوام. چرا راحتم نمیذاری؟ نزد دیوونه بشم که مردم کافه پشت سرم صفحه آقاسی بذارم. دسته با هم قاطی پاتی بشیم و هیکل نرمتنتو بغل بگیرم. اینطوری چوندرمو بهتر سبز میشه. قربون شکلت دارم. ناغلت ترم. گمشو ولم کن بی شرم. ما اگه شرم داشتیم که تو رو نمیپاییدیم جیگر. رفت دوا رو که عوضت آناب کردم. کثافت. نبارد کن بیا جیگر. قربونتم میرم. بری. از سرم بردون. ولم کن. بلکن. برو گمشو حیوان شربا. اگه چارپا نبودم که بار تو رو نمیکشیدم. خوب میدونم کیو بفرستم کافه تحتی و هوا خواهتو بده. حسابی ازت برسم که حساب داره حاج فرج و لام توش گم بشه. نفر اذیتم میکنن. چه گفتی؟ اهای نفس پس قفا شدم. چی آقا؟ اصولا احترام پلیس برای همه واجب است. خیلی خوب بشین. چشم. میگم که آواز خیلی قشنگی خونده احمد آقا نه؟ از عشق ماست. بلبل به غزل خونی، پری جون به ترانه گل کاشتی پری جون. مرسی. بمیرم لحی جان. حالا این دفعه رو نمی. خب خون شلاخو بگیش برده. چیزی میل داریم بگم واسه تون بیاری خانم. متشکرم. میگن از کشریات سیمینه چون و تو این اون سکنجبین کفش هر کی هست باشه. حالا ما میخوام بپوشیمش. عقشمونه دیگه. خوش کردم خودم آریانش کنم. میگم چطور زنجیر بنیزم گردن این سگا خیلی پارس میکنن. انگاری هار شدن. نه احمد آقا تو حسه بده من خودم حسابشونو برسم. سلامتی. جون تو موتور مخم در حال گیرپاچه. الانه که این عوضی‌های دوقلو رو نفله کنم. آخه کی گفته که مشاورزی پشت سر مردم ریش شیطونه میگه با یزید محشورشون کنم ها. تو نمیخواد یه کاری بکنی. و من میگم یه تنه سالها بود نمیخواستیم کافه به هم بپاچیم ها بر شیطون لعنت. حالا این کاری نکنی خیلی سنگین تری احمد آقا. چی میگی بابا؟ یعنی عجل پر روی اونا رو بهشون ندیم؟ باز 2 گیلاس عرق کشمش خوردی؟ هم میگم چطور بلند شیم از اینجا بریم؟ یواش یواش داره خون به جوش میاد. حالا بخورشون. آره آتیش بیتره پاشو بینم بلند شد خدا میدونه هر چی میکشه و دستین احمد زنجیری تا شما دور میشین سر و سلا را میندازه. خیلی خوب بس کنین دیگه. به روزگار این کافه 20 صاحب آورده. برو آقای قنفذ دیوانده. چرا دوباره انداختی؟ مگه نگفته بودم دیگه از این کارا نکن. تعهدت یادت رفته؟ قربون مهمون داشتیم و اینام هی مطلق بارمون میکردن. من تو چرا انقدر دعوا میکنی؟ آخه فکر عاقبت کارتو بکن پسر. شما هم تو دعوا بودین؟ اول چند نه قربون. ایشون مهمونن و این حرفام نیستن.
تو بوز ما رو ببر برسون به خونش، منم میرم کلونتری تا تکلیفم روشن بشه. دیگه معطل نشین، ببرینش. یلا را بیفت. یلا برو جلو. چشم جناب سروان. منو با زنجیل میزنی، از زنجیل تنف میسازم آقا. ناراحت نشو، من خودم میرسونمت خونه، خیالت راحت باشه. خیلی متشکرم. سلام علیکم. اگه وقتی میگه انا میام به من آدمو کلافه میکنم. تقصیر منی. اگه من نبودم این اتفاق نمیافتاد. این حرفا چیه؟ اتفاق دیگه رو پیشونی آدم که ننوشته. چرا؟ من باعث شدم. تارینی فردا احمد آقا میاد. خدا کنه احمد آقا بلایی سرش نیامده باشه. اما قصه من تنها احمد آقا نیست. طاهر خان، خیلی وقت بود میخواستم باهات حرف بزنم. راجب چی؟ راجب خیلی چیزا. خودم، شما و تمام حرفای دلم. میخوام بگم که من خیلی تنها. بذارین تمام حرفای دلمو بزنم. از همون وقتی که دیدمتون یا هر وقت که میبینمتون بدنم میلرزه. چرا و برای چی نمیدونم. رفتار مردونتون تمام روح و وجود منو تسخیر کرده. زبونت گاز بگیر دختر، تو مال احمدی. اون بیچاره همش به فکر توه. نه طاهر، اونی که باید به فکر من باشه احمد نیست. این حرف دل منه. من فقط تو رو دوست دارم طاهر. بذار همه چی رو برات گفته باشم. وقتی میبینم اینطور رو راست حرف میزنی خیلی خوشم میاد. پس بذار منم یه چیزی رو بهت بگم پری. با همون خدایی که تو قسم خوردی، از همون موقع که دیدمت یهو دلم ریخ. چراشون نمیدونم. وقتی میبینم میرقصی دیوونه میشم. میخوام از ته دل داد بزنم، هوا رو بکشم، بگم پری نرقص، تو رقاصه نیستی. حالا خیلی دیر نشده. این رقاصه بیچاره رو از این منجلاب نجات بده و خوشبختش کن. ببریم برسونمت. این اتاق منی. یه خورده محقری. این حرفا چیه؟ شما پیش ما کلی میلیونری. من فقط خواستم برسونمت خونه که خیالم راحت بشه. حالا با عزت مرخص. صبر کن طاهر، کارت دارم. آوردمت اینجا که به شمایل این بزرگوار قسم بخورم به جز اونی که منو اخفال کرد دست کسی دیگه به هم نخورده. حالا میتونی درباره من تصمیم بگیری. ببینم از تکلیف احمد چی میشه؟ من اون یه عمره که با هم رفیقیم. آخه من هیچ وقت به اون قولی ندادم. مرد زندگی من تو هستی. خدای شیطون رجیم اما برون. فردا تو پارک میبینمت. من از همون روز اولی که تو رو دیدم مهرت به دلم افتاد. ولی آخه احمد رفیقه. تو قاموس ما خیانت به رفیق زشته. بالاخره باید تصمیم میگیری. منم به خودت ببر. بیا بریم که دارم فهمیشم. من نخواه که با تو باشم دختر. پری! لعنت به این بخت. احمد! ببینم که از چیری پسر ها؟ چطور متاری؟ دیگه حرف نزن لوتی فکر کنی. احمد جون بس جریان حالیت کنم. تمام حرفای من با این زن در مورد تو لوتی گریات بود. جون تو راست میگه. روستای نامردای عالمی. بس کن احمد. تو به اسم هرچی لوتی همچی مهر باطل کوبوندی که دیگه هیچ که نمیتونه کلمه مردونگی لوتی گری رو به زبون بیاره پسر. احمد اینقدر بد قضاوت نکن. من به هیچ رفیقی تا حالا نارو نزدم. اگه راست میگی هیچ نارویی نزدی پس با این دختر اینجا چی کار داشتی؟ احمد گوش کن، تو بی خود داری فکر بد میکنی. به مولا علی قسم من و این دختر بی تقصیریم. یه قدم به طرف گناه نرفتی. ساعت تهرون اومد اینجا نارفیقی تو ثابت کنی. چرا بی خود زور میگی؟ شاهی مردم علی نظرشو برگردونه از کسی که تو رفاقت کمند نامردی میندازه. نه احمد، تو حق نداری در مورد دوستت اینطور قضاوت کنی. اون درباره تو یه جوری دیگه حرف نزن دختر. انگاری فراموش کردی جوان مرد عیار
وقتی صدات بالا میرفت صدای یه فوج لوتی پایین میومد، پس کون مردی؟ احمد، به سرور مردون عالم علی قسم، ای من نگاه بد به این دختر کرده باشم، ای کاش پام میشکست و به اسمم نمیمادم. حالا خیلی دیر نشده، خیالت راحت بشه. وقتی من اینجا برم آب و از آسیاب میفته. ایشالا ستاره بخت جفتتون همیشه روشن و پر نور بمونه. چی داری میگی آقا طاهر خان؟ حالا برگرد به تهرون و به همه بگو در کمال ناجوان مردی به سر رفیقم چی آوردم؟ واقعا که خیلی سرت میشه. باشه من اینجا میرم، ولی اینقدر بی‌انصاف نباش لوتی احمد بزرگ. نرو طاهر، تو رو به خدا من اینجا تنها نذار طاهر. من تو دشتی رها نکن که پر از گرگای گرسنه است. گوش کن احمد. چی میگی؟ مگه تو همون کسی نیستی که میگفتی وجودمو تسلیم هر کس رو ناکس نکنم؟ حرف آخرتون رو من بگو راحتم کن. دختر تو چی میخوای؟ احمد آقا، من که همه چیز زندگیمو به تو گفتم. تو که ادعای مردونگی و رحمدلی میکنی، منو مثل یک کبوتر از قفس آزاد کن. نذار اسیر و زنجیری یه مشت از خدا بیخبر بشن. خواهش میکنم من از زندون قفس آزاد کن. ما واسه کبوترهای خونمونم قفس نخریدیم که برسه واسه این سونا. قلبی طوری شده؟ نه مادر، طوری نیست. من اتفاقی افتاده نه چیزی شد. احمد کجاست اونو ندیدی؟ چرا مادر؟ احمدو دیده، حسابی هم به ریشش خندیده. نکنی به خاطر اون دختر هر جایی دعوا نه مادر، اون هر جایی نیست. اون دختر تا 2 روز پیش درست مثل یه گوهر پاک بود. به خدا قسم حالشم پاکه. کی پاکه؟ دختری که هر روز به یکی میگه من دوست دارم؟ نه مادر، اون همچه حرفی رو حتی به منم نزده. آره، اینجور آدم ها حرفاشون رو را سر میزن. منظورت چیه؟ نمیخوام بگم که حرف آخر اون دختر چی بود. بگو راحتم کن پسر، کی ناپاکه؟ ناپاکونایی هن که زبونشون با دلشون یکی نیست. ولی این هرچی هست همونیه که میبینی. حالا هم دیر نشده، وقتی من اینجا برم همه چی بالا اولش برمیگرده. احمد، ایشالا مبارکت باشه. خداحافظ مادر. خداحافظ. خب مادر، میبخشین که مزاحمتون شده. دست علی به همراه طاهر جون، خوش اومدی. از زندگی کردن تو این شهر خسته شدم. منم با طاهر بفرستم تهرون، نمیخوام اینجا بمونم. خیلی خوب، هرچی خرت و پرت داری جمع جورشون کن تا با طاهر بفرستمت برید تهرون. این زمین و آسمون واسه من تنگ شده، زنده بودن ای خدا برا من ننگ شده، دلا توی سینه ها سنگ شده، همه کارا دیگه نیرنگ شده، خستم از رفیقم چی میگی مرد؟ میخوام بگم به حرمت رفاقت گذشته این مادر پیر ما رو تا تهرون برسون. قدمش رو چشم. بفرما بالا مادر. برو به امون خدا ننه. یا علی، ممنونم. بفرما. منم چند وقت دیگه میام. انگاری بد نشد طاهر خان. بذار مادرم بیاد تا تو عروسیت خدمت کنه. دیگه عروسی واسه خدمت کردن وجود نداره. چرا جونم؟ اونجا رو بسو. عزت زیاد. گوش کن پری، بیا برو پایین قاره این جنجا رو بکن. موضوع این حرفا نیست. من نمیتونم اینجا بمونم طاهر. همه چی به احمد گفتم. تو چی رو به احمد گفتی؟ پس چرا بهم نمیگه راحتم بکنه؟ تو چه نقشه تو کلته؟ چرا بهم نمیگه اون چی گفته؟ اون به من گفته که خاطرتو میخواد. من کسی صدقه قبول نمیکنم. بچه نشو طاهر، اون صدقه نیست. اونی که اون بالاست میدونه تو این دل بد مثلا من چه خبره، ولی اون مال توه. ولی آخه احمد،
تو خودت خوب میدونی که مرام ما غارتگری نیست. اون دلش مال توه، جسمش مال من باشه چه فایده‌ای داره؟ ببر خوشبختش کن. میام تو عروسیت خدمت میکنم، درست مثل عروسی داشتم. دلم میخواد که هر کدورتی ازم داری ببخشی. نوکرتم رفیق. منم تو رو مثل یه برادر دوست دارم. دست علی و همرات برادر. میدونی پری جون، این خونه همسال خودمه. من عمری رو اینجا گذروندم. امیدوارم لایق این باشه که تو توش زندگی کنی. ای در همسایا، سلام ها رو جواب نمیدین؟ سلام عرض کردین. طاهر خان خوش اومدی، رسیدم به خیر. در همسایه ها طاهر خان از سفر اومده. طاهر خان اومده. خوب کردین برگشتین، همه منتظرتون بودن. آره دیگه برگشتم، اما دیگه طاهر تنها و در به در نیست، جفت خودشو پیدا کرده. کی هست؟ اونی که میخواستم اینه. همه تو ما تو عروسی ما برقصینا. ما که مهمونیم و رفتنیم. اگه باید بگم این دختر کیه دیوونه نمیشی طاهر؟ انگشتتو به دندون نمیگزی؟ اون وقت نمیگی خدایا نوکرتم یا منو بکش یا سر بنیستم کن؟ طاهر عشقت خیلی معروفه. خیلی داری حرف میزنی، ببندون دهن کثیفتا. طاهر اون یه رقاصه است. خودم تو سفر گذشته تو کافه علی اسفونی دیدمش که داشت به جامونو به چرخونش میکرد. ببار اون صدتو بچه، تو عمر منو قطع کردی. من خودم از اونجا آوردمش. گرگایی گوهر جاهای ناپاکم پیدا میشه، ناراحت نشو. طاهر اینطوری که پیداست مردم این خونه عادت دارن پشت سر آدم صفحه بذارن. من تحملشو ندارم. تا منو عقل نکنی حاضر نیستم یه ساعت توی خونه بمونم. خواهش میکنم من از اینجا ببر طاهر، من از اینجا ببر. باشه پریشان، میبرمت خونه مادر احمد تا وقتی که بتونم بساط عروسی رو برا کنم. میبرم. خوش اومدی. بهترین عروسی رو واسط میگیرم. تا هر چیو که دلت خواست دعوت کن. من کسی رو ندارم دعوت بکنم، فقط باید از اونایی دعوت کنم که من به این روز نشوندم. که بریم عشق من. شهرام آقای مهندس، من همیشه شما رو بی نهایت دوست داشتم. زندگی من به هر چی که دارم چیزاییه که شما به من دادی. هیچ وقت نمیخواستم از شما جدا باشم. حالا که بعد از مدت‌ها سرنوشت به من لبخند زدی و مرد ایدئالمو پیدا کردم، تصمیم دارم باهاش ازدواج کنم. اون همه خطاهای گذشته منو بخشیدی و حالا از شما و شهرام خواهش میکنم در جشن عروسی ما حضور به هم رسانید. امیدوارم مثل یک پدر مهربان خواهش مرا بپذیرید. لیدا. خب چی میگی پسرم؟ نامه رو از کجا فرستاده؟ میدونی پدر، وجدانم ناراحته. وقتی آدم تو زندگیش این همه گذشته میبینه براش شرم‌آور حقیقتو نگه. اون روز لیلا به شما دروغ گفت، من مقصر بودم. حالا هم دلم میخواد یه جوری جبرانش کنم. چی میگی پسر؟ چرا گذاشتی زمان اینطور بگذره؟ چرا؟ عروسی آقا طاهره ایشالا مبارکش باد، ایشالا مبارکش باد. نوکرم نوکرتم آقای سرداری بچه ها عروسی آقا طاهره نوکرتم بسدی اگه که عروسی ببینم حتمی جونم عروسی دومادیه عروسی دومادیه ای خونچه بیایی لازه کاری اکشاد عروسی آقا طاهره مرد و مردا نوکرشم. مالکی خونچه میکنی؟ احمد آقا نوکرتم. خیلی خوش اومدی. نگاه کن عروسی آقا طاهره. به خدا یک کامیون صفحه بود احمد آقا. میفهمم، مادرم نوشت همین روزا عروسیشونه، واسه همینم اومدم خدمت کنم پسر دیگه. نوکرتم قربون خدمت کردنتن. دایی بچخ رفیق آقا طاهر بهت انعام میده. بچخ که داری خوب میکنه. خود نمی احمد آقا خود بینی آینه بخت شکست.
همش تقصیر منه. عیبی نداره. اینو بگی یه دونه نو بخر بذار سر جاش. حرفشم به کسی نزن. قربون تو برم، ما رفتیم. قربون هیکل دعوت. خداحافظ. خوش اومدی. ای داده بیداد، لا اله الا الله. تو هم با این چرخیدنت مرد. حالا من جواب آقا طاهر چی بدم؟ این اینه بختش بود. آخه امشب عروسیشه. قشنگ شدی. متشکرم. تبریک میگم. تبریک میگم. غم به دلت راه ندی یا قسمتشون بود. برای چی ناراحت باشه؟ طاهر اگه کسی نشناسه ما که خوب میشناسیمش. از خانواده که دخترش یه مهندس ببره بزرگ کنه و پسرش هم تو کوچه بازار بزرگ شه، چه انتظاری میشه داشت؟ حیف که این عکس بابای خدا بیامرزش جلو زبون آدمو میگیره. خدای من، نه این غیر ممکنه. خدایا چی شده؟ من چه میدونم؟ منو تنها بذارین، خواهش میکنم بذارین تنها باشم. بذارین تو تنهایی به بخت بادم گریه کنم. چقدر عد و عطف داری؟ اینو که قدیمی شده جونم، یه فکر تازه بکن. بذارین تنها باشم. بذارین تنها باشم و به گردش نامعقول زندگی گریه کنم. منو تنها بذارین. تبریک میگم. قربون شما. خیلی خیلی ممنونم. تبریک. لطف فرمودین. کجای دنیا خواهر میتونه زن برادرش باشه؟ اگه طاهر بفهمه من رقاصه فریب خورده خواهرشم، زنجیر عمرمو پاره میکنه. خدایا تو که میخواستی این سرنوشت رو بهم بدی چرا خلقم کرد؟ کجا؟ شب بخیر. عروس خوشگل طاهر چرا فراری شده؟ آقا طاهر، عروس کارش به هم خورده، همه رو از اتاق بیرون کرده. خدایا چه بلایی میخواد سرم بیاد؟ که بی دعوت خدمت رسیدیم، اما عارضم به حضورتون که عروست فرار کرد. میدونی کجا رفت؟ رفت خونه رفیق مردت احمد زنجیره. مادر جون حال
حالا که میریم عروسی یه وقت اخم نکنی، گوشه کنایه نزنی، بذار مبارک همدیگه باشم. نه ما ته دل گفتیم مبارک همدیگه باشم. تو کلوم ما شیله پیله نیم، واسه همینم از اصفهان اومدیم که تو عروسیشون میناشناش کنیم. ننه جون دیگه اونجا رو نگاه ننه، انگاری عروسه. آره خودشه. خدا مرگم بده چی به سر طاهر اومده که عروسش آواره شده؟ سلام مادر، اومدم قسمتون بدم که من از اینجا ببرین. اگه منو طاهر عروسی کنیم عرش خدا به لرزه در میاد. چی شده دخترم؟ هیچی مادر، اون میخواد هر روز یکی رو به بازی بگیره. من نه دختر. تو رو خدا اینقدر بی خودی به من تهمت نزنی. شما اصلا هیچی رو نمیدونی. چرا خوب میدونم که تو یه بلحوث بی آبرو هستی. بس احمد، برو دختر جون بازی رو تمومش کن. نه این بازی نیست مادر، چجوری بهتون بگم؟ آخه طاهر برادر منه. یا ابوالفضل، خدایا چجوری این موضوع رو به طاهر بگم؟ آخه اون رفیق من. آخه من یه رقاصه فریب خورده هستم. همه اینا رو طاهر میدونه. وقتی بفهمی خواهرش هستم منو میکشه. راست میگه احمد، حالا طاهر خیلی جوشیه، ببریمش خونه تا آبا از آسیاب بیفته. هرچی شما بفرمایید مادر. بریم کار. احمد! یا ابوالفضل، تو مردم شرمندم نکن. واقعیتو بگم آبروی طاهر میره، نگم خودم بی آبرو میشم. خدایا خودت کمکم کن. شبتون بخیر احمد آقا. گوش کنید مردم، میخوام یه رفیق مردو بهتون معرفی کنم. اما مردونگی بشه مثل جوشن رفته. عادت خوبی داره واسه اینکه گشته نمونه لقمه را دهن گدام بیرون میکشه. اسمش هم گذاشته رفیق. کلاه لوتیگری سرش گذاشته، هر جا میشینه داد سخن از انسونیت میده. مرد، تو میخواستی منو پیش این همه جمعیت بی‌آبرو کنی؟ اونم به خاطر یه دختر بلحوث؟ یه دختر بی سر؟ طاهر! به علی قسم اون بلحوث نیست. اون یه اسیره که زنجیر روزگار گردن ضعیفش رو فشار میده. تو نمیدونی؟ چرا؟ خیلی خوبم میدونم. زیر اون تور سفید عروسی یه قلب سیاه خوابیده و حالا موقعش رسیده که لباس سیاه تنش کنم. یکی از ما دوتا باز همین امشب نصفه بشه. احمد بس کنید، جلوشی رو بگیرید. تو به خدا از هم جدا شد. مادر جالوتی که مردم روش قسم میخورن نیست. من نخواه که تو مردم همه چی رو بشنوت. من نمیخوام بیا من پیریزه رو نریز بهش بگو احمد. من نمیخوام همه چیز رو بگم. چی کار میکنی؟ چرا میزنی؟ میکشمت. احمد بهش بگو. باشه مادر میگم. بذار فریاد بزنم طاهر. چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اون یه رقاص هست؟ نه نه طاهر، تو نمیدونی اون خواهرته. فهمیدی مرد؟ پس لیدا توی؟ آره طاهر، من خواهر درمونده تو هم. بگو کی خونم رو خراب کرده؟ کی بی اسمتت کرده؟ من دیگه نمیتونم تو مردم سر بلند کنم. بگو چه کسی این کار کرده؟ کی این کار کرده؟ من حالا هم برگشتم تا جبران بی تجربگی خودم رو بکنم. سنگینی یه گناه بزرگ مدت ها زجرم میده. اومدم تا به هر عقوبتی که مستحقمه برسم. اومدم تا قیامت زندگی رو تو این دنیا تحمل کنم. حالا هر کاری که میخوای بکنی بکن. من شرمنده و پشیمون اومدم از نجیب ترین و پاک ترین دختر دنیا خواهرت عذرخواهی کنم. من شنیدم تو مرام شما اینطوری رسمه که خطای آدمای پشیمون رو با جب و مردیشون میبخشن، مگه نه طاهر؟ آره خطا رو میبخشن، ولی نه خطایی که آبرو و حیثیتی دختر رو مثل پر کاه به باد بده. فقط ریختن خونت میتونه. طاهر منو بکش. منو که در حفظ امانت پدرت کوتاهی کردم. من یه پدرم.
یه پدر چطوری میتونه شاهد مرگ پسرش باشه؟ هر قدر اون پسر گناهکار باشه. نه مهندس، تو به جای پدر مایی. کجای دنیا یه پسر میتونه پدر خودشو بکشه؟ تازه کلی به کردن ما حق داری. اومدم به شما ثابت کنم که منم یه انسانم و هیچ وقت برای شسته شدن گناهان انسان دیر نیست. درسته، هر وقت انسان اراده کنه میتونه یه موجود کامل بشه. من اومدم در حضور همه برات سوگند یاد کنم و بگم که به این قرآن مجید لیدا رو همیشه دوست داشتم و دارم و حالا ازت خواهش میکنم یا منو ببخش یا همینجا بکش و راحتم کن. بابا طاهر، تا دیر نشده و بساط عروسی پهنه، بهشون بگو مبارکتون باشه. مصلحت در اینه، اونا همدیگر رو میخوان، از تیغ نگاهشون پیداست. خب چی میگی خواهر؟ هرچی شما بگین داداش. ولی خب ملکتون باشه. خب تلخم به مهمونا چی بگم؟ بگم عروسی به هم خورده؟ اونقدر تکلیف این همه جار و جنجالی که رو انداختی چی میشه؟ هیچی. فقط بهشون بگو که جای دوماد عوض شد. بریم داشت. آره بریم تو آواز نیناشنا.